دادگاه نویی سویتی شهر سمار روسیه هفته گذشته رهبر مرکز تاجیکان پیوند سید اسرار میرزایف را به رعایت نکردن قاعده های بود و باش در روسیه گناهکار و به اخراج از قلمرو این کشور محکوم کرد. پیوندان و وکیل مدافع او میگویند پرونده بی اساس بوده، با تلاش یک گروه تاجیکان منفعت‌خواه درست شده است. بازداشت برادرش را داوود جان میرزایف کار دست یک گروه از تاجیکان منفعت‌خواه میداند که از استودگری سید اسرار میرزایف برای دفاع از حقوق عربکشان ناراضی بودند. به گفته میرزایف در بعضی یا انبار رقم 3 شهر سمر واقع در کوچه سخارف که کلانترین بازار تجارتی ولایت به شمار میآید نزدیک 500 تاجیک کار میکنند و اکثرشان عربکش هستند. به ادعای او یک گروه از تاجیکان با نفوذ مقیم سمر 3 سال باز تلاش دارند عربکش‌ها را حق ببندند، اما سید اسرار میرزایف مانع این کار میشده است. داوود جان میرزایف گفت حالا یک گروه از حاجی‌های پولدار پیدا شدند که میخواهند از عربکش‌ها هر روز پول ستانند، یک جمعیت غلامداری تشکیل کردنی هستند. اما سید اسرار دولتویچ به این مقصد آنها خلل رسانیده میگفت اقلا عربکش‌ها را غم ندهید. میرزایف گفت این حاجی‌های پولدار به کارمندان مقامات قدرتی سمر رشوه داده خواستند برادر او را از اینجا رانند. میرزایف گفت نام تاجیکانی را میداند که به کارمندان مقامات قدرتی سمر رشوه دادند، اما از بردن نام این اشخاص خودداری ورزید. وی تنها گفت حاجی‌های پول دارند. الکساندر پاولوف وکیل مدافع سید اسرار میرزایف گفت از بالای این قرار دادگاه نویی سویتی سمر به دادگاه ولایتی کمیته تفتیشات و دادستانی شکایت کرد و تلاش دارد شهروندی میرزایف برقرار و بیگناهی او اثبات شود. عکس و نشانه های سید اسرار میرزایف همچون عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه در سامانه این نهاد دیده می شود، ولی با گذشت 6 روز سفارت قضیه بازداشت میرزایف را شرح نداده است.